بدنت گریه میکنم. دنبال میکنم برنامه امروز رو، همه صدق قتل به سیف و سلام. ما کمترین کاری که میتونستیم بکنیم بعد این همه زحمت که آقامون برامون کشیده بود، اومده بودیم برای بدرقه‌شون. اینجا هم اومدیم بگیم که راه ایشون ادامه داره و همه ملتی هم که اومدن اینو بگن ما منتقم خونه ایشون هستیم و تا وقتی این اتفاق نیفته همینجوری سرپا توی همه صحنه‌ها حضور داریم. برای آمریکا و اسرائیل فکر می‌کنم حضور همه مردم اینجا پیام بزرگی باشه که بفهمن چه جنایت بزرگی مرتکب شدن و هیچ وقت تاریخ تشیع و تاریخ اسلام حرم گیر و علمدار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد. اهل روزه حسینه توی دست زخمی تو پرچم پیر خمینه. احساس کردم پدرم رو از دست دادم و واقعا نمیدونم این چه غمیه که منو گرفت از سر شب که خبرهای اون رو شنیدم و اینکه پیام من به آمریکا و اسرائیل اینه که ما مردم ایران به هیچ عنوان پشت امام خامنه‌ای رو رها نمی‌کنیم و این نهضتی که داشتن ما ادامه خواهیم داد. ایشون اصلا در حدی نمیدونم که بخوام باهاش صحبت کنم، ولی همون چیزی که آقای خامنه‌ای گفتن به زودی زود انشالله یه خوشحالی عظیمی قسمت مردم ایران میشه و اون انشالله نابودی اسرائیل و آمریکاست. تمام دعواها و تمام این مشکلات سر یه اسمه،
سر یه اسم چشم ندارن نام آقای ما رو ببینن. انشالله کر بشه اون گوشهایی که نمیتونه نام آقای ما رو بشنوه. همه دستا بالا، دستا بالای سر، بذار دنیا بشنون، بذار همه بشنون. با افتخار سینتون رو سپر کنید، سینتون رو سپر کنید، با افتخار دستاتون رو باش کنید. حیدر 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 جانم به شیعه های چشمه بلند گریه کنید. Mothers of all American soldiers, they're gonna burst into tears in the several days because we are not gonna let them hit our leadership and just go. Trump, Netanyahu, JD Vance, Marco Rubio, they all just gonna beg Iran to stop this heavily attack against all Americans and Israeli territory in the whole region. من خواستم از همه مسئولین جمهوری اسلامی ایران اینه در حال حاضر پرقدرت دفاع کنن از مردم ایران، انتقام بگیرن، انتقام همه شهدا، در صدرش رهبر عزیز امام خامنه ای، بچه‌های مدرسه، دخترای مدرسه مینا و همه اصلا دیگه توجه نکنن. ما دیگه الان دفعه سومه که داریم رو دست میخوریم، یعنی در واقع فریب آمریکا رو میخوریم. از برجام گرفته که پاره کردن و جنگ 12 روزه که وسط مذاکرات حمله کردن و جنگ الان که دوباره وسط مذاکرات حمله کردن. انا لله انا لله و انا الیه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای، در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. سراغ تاکسیرانی هم بره، اینا اگر شرشون رو از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن، با صلح و سلامت و عافیت زندگی کنن. لکن عامل اصلی فرد رو. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد.
بدنت گریه میکنم دنبال میکنن برنامه امروز رو همه صدقت قتل به سیف و سلام. ما کمترین کاری که میتونستیم بکنیم بعد این همه زحمت که آقامون برامون کشیده بود اومده بودیم برای بدرقه‌شون. اینجا هم اومدیم بگیم که راه ایشون ادامه داره و همه ملتی هم که اومدن اینو بگن ما منتقم خونه ایشون هستیم و تا وقتی این اتفاق نیفته همینجوری سرپا توی همه صحنه‌ها حضور داریم. برای آمریکا و اسرائیل فکر می‌کنم حضور همه مردم اینجا پیام بزرگی باشه که بفهمن چه جنایت بزرگی مرتکب شدن و هیچ وقت تاریخ تشیع و تاریخ اسلام این جنایتشون رو فراموش نمی‌کنه. مکتب ما، مکتب شیعه به این خونها، به این خونریزی‌ها، به این شهادات عادت داره و ریختن این خونها باعث میشه که نهضت مجددا زنده بشه، پویا بشه و من قول میدم خون امام شهید ما حفظ خواهد شد و مسیر پیشرفت مملکت ما اونجوری که مد نظرشون بود ادامه خواهد داشت. پیام ما اینه که فکر نکنن با رفتن رهبرمون ما ساکت میمونیم. ما تا آخرین قطره خونمون پای وطنمون و راه رهبرمون هستیم. با تمام قوا از رهبر عزیزمون سید مجتبی خامنه‌ای پیروی میکنیم و راه پدر شهیدشون هستیم.